4 تا کادر عکاسی بهت یاد میدم، بهترین عکس‌ها رو با گوشیت بگیر. 1. اگه میخوای طرف مقابلت با عظمت و بزرگ جلوه داده بشه، همیشه گوشی رو از سطح کمرش پایین‌تر بیار و گوشی رو اینطور بگیر و ازش عکس بگیر. 2. اگه میخوای یک عکس فانتزی و خیلی دوستانه و صمیمانه بگیری، همیشه دوربین رو بالاتر از سر سوژه مقابلت و از فاصله حداقل 2 متری بگیر. به این حالت. 3. اگه میخوای احساسات طرف مقابلت رو توی عکس نشون بدی و یه نوعی برای بیان احساساتش باشه، همیشه عکست رو زاویه دوربین رو ببین دقیقاً مقابل چشماش بذار. دوربین رو دقیقاً مقابل با چشماش قرار بده و در فاصله 1 تا 1.5 متری یک عکس پورتره بگیرد. 4. اگه منظره پشت سر دوستت خیلی برات مهمه، همیشه دستت رو همسطح با کمرش قرار بده، دوربین همسطح با کمرش، و طوری باشه که سوژه ما همپوشانی با اصل منظره نداشته باشه به هیچ وجه.